номи махфӣ келас? дар ҷоят ист наҷун. духтари ниқобдор. дар хонаи ман чӣ кор мекунӣ? дастонатро боло кун. боло кун, боло кун. зуд бош. ба ту мегӯям дастонатро бардор. дузди ифлос. зуд он ҳуҷҷатро ба ман биде. калтакелас зиндааст? чӣ беҳудагӯӣ дорӣ ту? зуд он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ гуфтам. аз паси калтакелас ҳастӣ? он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ ва дастонатро боло бардор. ҷавоби саволатро дар маҳкама мегирӣ, духтари ниқобдор. ҷои ту маҳбас аст. боварӣ дорӣ? ту чӣ кор мекунӣ? бо оташ бозӣ накун. ин ҳуҷҷати махфии давлатӣ аст. агар ба ин ҳуҷҷат ягон чиз шавад, дар маҳбас пусида мемурӣ. чаро ин ҳуҷҷат ин қадар махфӣ аст? чӣ аст ин қадар махфӣ? ҳуҷҷатро гузор. силоҳатро поён кун, вагарна инро месӯзонам. ҳам ба хонаам медароӣ? ҳам маро таҳдид мекунӣ? то ҷое ки фаҳмидам ин ҳуҷҷат барои ту бисёр муҳим будааст, комиссар. ана ин хел. ба қафо рав. гӯш кун, комиссар. ҳозир ба ту як маслиҳати хуб мекунем. чӣ гуфтӣ? ман инро дар болои ин миз мегузорам. баъдан озодона меравем. фаҳмидӣ? ту аз ин ҷо рост ба маҳбас меравӣ. маҷбурам накун ки месӯзонам. шуд, майлаш. ҳозир ин ҳуҷҷатро ба замин гузор. баъд ба куҷои хоҳӣ рафтан гир. фаҳмидӣ? ниҳоят ягон рӯз туро дастгир мекунам. духтари ниқобдор, инро бидон. ана ҳамин хел. тамом. ҳаракати ноҷо накун ки туро мепаронам. қавл медиҳам. ту тамом шуди духтар. ист, нагурез. исто гуфтам. кани дастгирам кун. онро ба ман деҳ. охир дар ин ҳуҷҷат чӣ бошад? ман дидан мехоҳам. аз куҷо медонам? ҳоло нахондаам. зуд ба ман бидеҳ онро. зиқ нашав. ман хонда ба ту нақл мекунам инро. боз маро масхара мекунад. тамом шудӣ ту, тамом шудӣ.
ایست گفتم، ایست. زود آن را به من بده وگرنه کارها بد میشوند. پروانه کن آخر من این رو خونده به تو نقل میکنم. چرا آن حجت را میخواهی؟ برای کی کار میکنی تو؟ این رو من برای این به خونه تو ندار آمدم. آخر چرا از پسی 18 ها رستی؟ من پلیسم. تو چرا از پسی 18 ها هستی؟ با تو چی آخر چی کار میکنی؟ ملیس را چرا از دست کمال سیاه نجات دادی؟ چرا از پسی کلاسکوف تو کب داری؟ کلتکیلا زنده است؟ این برای تو چی لازم است؟ با تو چی آخر؟ بله من هم از پسی 18 ها رستم. قهرمان کلتکیلاس است. این را میدانستم هم با تو برای این جنایتکار میگفتم. مگر معلوم است که تو با من یوری نمیکنی کمیسر. من میروم دیگر از پسم نیو. با تو ضرر رسانیدن نمیخواهم. ایستا. چرا از پسی 18 ها هستی؟ و این با زهرا شنلی چی علاقه دارد؟ این به تو دخل ندارد. ایست گفتم. کی هستی تو ها؟ کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ بله. چی کار کردنت رو میدونی؟ گروه رو آشکار میکنی. تا زمانی که گروه رو آشکار نکنی اژدها رو نمیکشی. برای گروه رو به دست آوردن او رو زنده میخواهی. من در این حیات تنها یک نقشه دارم. انتقام دوست داشتم را گرفتن. اژدها را میکشم. قهرمان، برای انتقامت رو گرفتن و تو زندگی نو و شناختنامه نو دادیم. برای این شرطنامه بسته بودیم و قبل دادت ایست. آن گروه برای این دولت بسیار خطرناک است و تو چیزی میگوییم همان رو بگو. گروه برای آشکار نکردن خود یک تاجر را استفاده برده عملیات میگذرانند. انیق برای این اژدها را استفاده میبرند. این برای تو یک فرصت است که اژدها را به نزد ما بیاری. فراموش نکن که اژدها را نمیکشی، به نزد ما میآوری. خوب و چرا نام عملیات مخفی را کلتکیلاس گذاشتید؟ دیگر نام نیافتید؟ این رو تو میپرسی مگر؟ وقتی که حجت ها را سوزانی بعد میفهمی برای چی. номи махфиаш келас. дар ҳақиқат келас зинда бошад? ин имкон дорад магар? комиссар мурод чиро пинҳон дорад? дар ҷои ҳот чаро ба амалиёти наҷодӣ прокурор наомадӣ? прокурор хуб аст.
او خوب است. تو در کجا هستی همکار؟ هیچ نپرسم کار. دختری نقابدار به خانه هم در آمد. چی؟ تمام خانه را تکرو کرده است. بدبخت چرا به خانه تو در اومده است؟ چی میدونم چرا در آمده است. او درد سری من شده است. خیر فهمیدی که چرا دختر نقابدار از پس اژدهار بوده است؟ آموختم، فهمیدم همکار. اژدهار به او خیانت کرده معشوقه دیگری پیدا کرده است. این باشد اژدهار را یافته میکشته است. به من همین خیر گفت. بیامونه دختری خطرناک است، هر کار میکنه. چی ها میگویی؟ خوب هستی همکار؟ چی میدونم آخی؟ اگر دختر نقابدار به خانه تو در آمده باشه این به اژدهار چی ربطی داره؟ یک لحظه فهمیدم. او برای قصاص گرفتن از اژدهار خواست است با تو آشنا شود. به خانه‌ات آمده است، تو هم خطا فهمیده دختر را سور کردی. تو مدهوشی مگر؟ چی گفتی هات؟ میدونی چی؟ بیستن دیوانه برابر با یک هات میشوند. همون دختر عاشق نشده باشه باز. زبید استراحت کن، به خود بیا بعد صحبت میکنیم میلش. من پیان میان نیستم، خودت پیانی. همون دختر چی بلای ملای کردگیه؟ دیگر چیکار میکرد؟ خانم رو ویران کرده است، محو کرده است خانم رو. هات اما عاشق چی است؟ اهمیتش نداده همین خیرت کرده است. میدونی در بینتون چیست؟ یک آهن ربو است، دیلاتون رو با هم دیگر میکشه. گوش کن، خانه رو خیلی به ترتیب مان و دختر آمده خودش رشدش میکنه. زبید تو چی ها گفته ایستاده ای؟ مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ چی میدونم تو در خواب دختر خوابدار رو دیده ای، اومده به خانه در آمده بوده است. شبها خوابهای بیزی میبینی تو. آخر در آمده است میگویم چرا باور نمیکنی؟ ها تلفن رو خاموش میکنیم، یگتی جمعه را نگاه دارم بعد گپ میزنیم. خانم زیبا میگویی؟ کی بوده است تو؟ زبید؟ این آدم در حقیقت دیوانه بوده است، خاموش کرده است. شما که بخیر زینب جان. شما بخیر جناب زبید. با شما یک چیز رو صحبت کرده میتوانم؟ البته. یک قدر در این خانه گپ بزنیم؟ بله البته. واو! خانه را بین به چی حال گرفتار کرده است. چخیل اینجا را به ترتیب می‌دارم. جناب زبید، میدونید که دختری امکم زهرا شنلی رو آدمانی اژدهار به قتل رسانیدند. متاسفم. یک دختری نقابدار پیدا شده است، از پس اژدهار بوده است. باز یک نفر دیگری بر آمده است، قهرمان. او هم از پس اژدهار بوده است. باز میگویند که قهرمان کیلس است. من میدونم که زهرا با کیلس اون وقتا دوست داشته بودند. اگر مثلا زهرا نمیشد من شما را ناراحت نمیکردم. به فکر شما کیلس زنده هست؟ دل کلتکل در دست کمیسر مراد زینب. التماس در نزد من نام او رو نگیرید. من از شما خواستم بپرسم. میفهمم خانم زینب. درباره زنده بودن کلتکلس شبهه‌های زیادی داریم، ولی به جز آنه که او از پس اژدهار است دیگر یگان دلیل جدی نداریم. اگر او زنده باشد فکر نمیکنه که خود را آشکار میکنه. آخر میدونی که کلتکلس خاطر کمیسر اونر میباشد زینب. ببخشید مرا. بگو. تمام میایم. ببخشید مرا، یک کاری تجلی برآمد، حاضر میایم. در تلفن گفتن نخواستم. از تو یک چیز میخواهم. آدمانی تشکیلات گفته بودند که کمیسر مراد چهرهش رو شاید عوض کرده باشد. این را تحقیق کن. اگر در حقیقت عوض کرده باشد گذشته‌اش را و چهره پیشینه‌اش را میخوام بفهمم. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. فهمیده باشی خوی خوب سردارم. شب بخیر.
جانم آخر من کارهای کافه را نمیفهمم. این خیلی میشود مگر؟ تو تجربه داری آخر؟ ببین اینجا صوفیه و نوزیه هم به کار شروع کردن. نوزیه گوش کن، ما اینجا چی کار میکنیم؟ این خیلی از صبح تا شام میسازه میکنیم مگر؟ آه پدر آه، چی بوده است؟ در خانه بیهوده می نشسته ایمو. خوب ولی ما در کافه کار کردن رو نمیفهمیم. شوکت بایی عروسهایمون از این پس در اینجا کار میکرده باشند. ازمی بدبخت در حیاتش یکم بار همه کاری خوب کرد برادرم. از این پس براحتی میتوانیم و بخوریم. این کار رو ببینه. زور بجوشم. میلیس من باید به مغازه رفته یک چند مسئولات برای کافه بگیرم. شو جانم. در تفدان کلچه قند است. بعد از 15 دقیقه باید آنها رو گیری. باز فراموش نکنی. چی؟ کلچه قند 15 دقیقه؟ یا خدایا باز ساعت هم ندارم. تازه شد نوزیه؟ انا دیدی؟ مونده شدمی پاهم درد کرده. میانه که من شکسته. چند قد دیگر میدویده باشید؟ بچه جانی من ایامو زیبا سرمی تورتیا خلاص شد. چی آرزو کنم دیگه؟ مادر جان من با سنم خاندار میشوم. هجری؟ ای به نمیدونی ها؟ در پیش عروس شونده ای میشم آخی ای دینی دختره گندم میکنی. پروا نکنی از نجون. من گهواره بخشم رو رها نمیکنم. هم از این پس تنها زیر نظارت من میشود. اگر جنگاور رو دیدید با او بگویید که از این پس هجری هم رو در مقابل اژدها من محافظت میکنم. سبحان الله. سنم از هجری جانمو خلاص شد. دخترم من نمیخواهم که در حیات ما مثل او بر اینها وارد شود. بله مادر جان. تو آن وقتی که آن سایرمی دیوانه در خانه هجری می ایستد برای من دیگر چیزی معنی ندارد. قادر شنیدی که سنم چی میگوید؟ چی میگوید؟ از آن مؤذن خلاص شده ایم آخر. به این همان لایق دختر من نبود. نتیجه همین شد. بسیار خرسندم. صبح خیر سنم. سنم گفته هایمان رو فراموش نکن. چی شده از سنم؟ تا وقتی که این گهواره بخش در خانه شما است با تو گپ نمیزنم هجری؟ این میمون باز با گهواره بخش من گپ نمیزده است. بسیار زیق شدیم بسیار. خاموش باش دختری بی تربیه. با تو کی گپ زده ایستاده است؟ وای دخترم او بگو که بچه مای تو خلاص شده. سایران دیگه دایم در خانه ما میمونن. اوه بسیار خوب. بگذار همیشه در خانه شما ماند. هیچ به بیرون نبراید. یک بند پیدا کنید خوب او را در خانه ببندید. مرا گوش کن مادری میمون. با ادبانه صحبت کن نباشد میزنم. کی را میزنی ها؟ گستاخ. سنم لطفاً مشکلی رو صحبت کرده حل کرده میتوانیم. صحبت مهم نیست از سلکی من. نمیشود هجری. دیگر تو را نمیخواهم. فهمیدین مناسبتمون تمام شد. خیر هجری رفتیم به خونه. من برای تو سمبوسه علفی میکنم. با چای میخوریم صحبت گرم میکنیم. راست میگه بچم بیا رفته. هجری اگر سمبوسه پخته او را بخوری دیگر رویم را نمیبینی. این را دانسته باش. با تو چی؟ از تو باید پرسد مگر؟ دخترم بگذار پروا نکن لازم نیست. ارزشی تو را ندارد آخر. هجری اگر سمبوسه پخته این دیوانه را خوری بعد میبینی. بس سنم رفته. را میمون سنمی ترکیه. سنم ایستا یک جویا میدویم. بیا رفته. آخر مادر چایشون هم رنگ خیچون شیرینه ها؟ راست میگوی شوکت. کجا شد این صبحانه آخر؟ آن جوان پسر رو دیدی چقدر زیبا است؟ این خیلی دوست داشته پیدا نکرده. این رو من مخصوص برای تو پختم. کنی گیر خور عزیزم. دخترها چی فرمایش میدهید؟ فرمایش را یک سو گذار. آن جوان در آنجا نشسته را میشناسی؟ نمیشناسم، نمیدونم، دقت هم نمیدهم. چرا عصبی شدی تو جانم؟ یا اینکه از او خوشت میآید؟ بیهودگویی نکن آخر. چه خیلی خوشم میآمده است. دیدی زبانش پیچید. از حسد زیاد بسیار عصبی شد. سفسطه‌گوییتون رو بس کنید. فرمایشتون رو به من گویید. چرا عصبی شدی جانم؟ مگر دوست داشتن گناه است؟ ولی با تو یک چیز گویم. اون جوان تو رو نگاه نمیکنه و فکر من حالا وقت هست که برگردی. بعداً زیق میشوی. صبر. آرام. یکی نزنم شما رو. بیا گسل کنم شما رو. خیزید. به این همو رفتنی بودیم. کافه تو با ما محکوم نشد.
بخشش. یک طبق صبحانه خواستم. تنها یک لاله صبحانه آخر. نکف آخر میارم. باز به درونش زهر موش ناندازی ها؟ از دست این دختر می آید. دیوانه عزمی باشد مرا با این دختر خانه‌دار کردنی است. خدا نشان ندهد این را. آوردی؟ مرحمت. یک طرف است. اینجا گذاریم این رو؟ اشتهایتان. اینش را هم گیرم. تشکر میکنم. سلامت باشی. ای بدبخت چه که میگیره؟ عصبی شده ایستادم. شوکت جونی من از این سالی خود. سمی جون گیر خوروخی. بگیر. کاش به سرم میزدی. با نزدیکی این رو هم میکنم. جناب عزمی ایسته. جناب عزمی یا جلکم رو نیست. من نمازم رو باید بخوام. آخر آنها را من نگاه میکنم. امام حقیقی من هستم. امام حقیقی من هستم. جناب عزمی جناب عزمی می آید پنهان شوید. زود پنهان شوید. بذاریم زودتر. آنها را خانه‌دار میکنم. توی میشود. پدر؟ آنها در کجاند؟ کیها در کجا هستند؟ کمیسر مراد و دخترم زینب. وای زینب به مغازه خریداری رفت. بعد نوراسگی هست در کافه. شما کارگریزی نمی کنید همین خیلی نه؟ نه پدر جان، اگر خواهید از ملیس پرسان شوید. ملیس در کجاست؟ اینجایم جناب عزمی. آفرین. بسیار خوب. مرا گوش کنید. آن دو بدبخت کوچگر دیگر شما را غم نمیدهند؟ نه پدر جان. دروغ نگویید. من میدانم شما را ناراحت میکنند. نه پدر جان، مگر این خیل میشود؟ به این هم وقت زیاد است که ما آنها را ندیده ایم. احتیاط کنید که چشمای هر جاتان را کور میکنم. مرا فهمیدید؟ جناب عزمی جیلک رو دید. او در مسجد جماعت منتظری من است. چه میگویی؟ حالا من کار دارم. تمام نکردم. یا خدایا نمیفهمید تو. من کار دارم. عزمی جان تو از نو باز امام شدی. سلطانم من نکاح آنها را میبندم. آنها را خانه‌دار میکنم چون که امام حقیقی من هستم. آخر عزمی جان التماس نکنید جناب عزمی جیلک رو دهید. جماعت منتظری من است. قربانتان شوم. من نکاح آنها را میبندم. تو نمیفهمی. آنها را خانه‌دار میکنم. امام حقیقی من هستم. امام حقیقی من هستم. عزمی جان ایستید. عزمی ایست. خیریت پدرم آنها را ندیدم. خطر گذشت. جناب عزمی رفت. برای من؟ تمام. خیریت پدرم رفتنده. ما چیکار میکنیم؟ چه خیلی از دستی او نجات میابیم؟ به خدا من هم نمیدونم. او دیوانه است. چیکار کرده میتونیم؟ مجبوری ما را خانه‌دار میکند. بله امین خیلی است ولی این کوری مجبوری نیست. کوری دل است. البته مجبوری نمیشود. آدم با دوست داشتهش خانه‌دار میشود. مجبوری میشود مگر؟ من هم همین رو گفته ایستادم. این کوری مجبوری نمیشود. اگر دلت کشد خانه‌دار میشوی. یک دقیقه. من به تو عاشق پوشیق نیستم. این خیلی فکر نکنی باز. چرا به تو خانه‌دار میشدم؟ چی علاقه دارد؟ من این خیر گفتن نمیخواستم. یک دقیقه. در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ دیگر کار ندارم با تو خانه‌دار میشوم. خطر پسی سر شد. میتوانید برایید. برای دخیر کبرو. پدرم رفتن. برای رفته است؟ چرا نمیگوید که رفته است؟ ما در این تک شیشتیم باز. ستمورم کج شدی. با تو چرا خانه‌دار میشدم؟ افتت رو بین. با تو خانه‌دار نمیشوم. تو در اصل به خودت نگاه کن. به شرم. عیب است. یا خدایا. پسرم این گلها را برای دوست داشته‌ات گیر. دیلش را به دست میاری. معلوم که او را سخت رنجانده‌ای. چه خیلی دوست داشته خاله. او دوست داشته من نیست.
پسرم این گلدسته ها را گیر. معلوم که دلی دوست داشته‌ات را شکسته ای. نه نمیخواهم. اپا جان خودتون رو خسته نکنید. این بنده دلتنگ خدا هیچ وقت به هیچ دختری گل نخریده است. کنه دهید خاله جان، همه اش را دهید. این را گیرید خاله جان. تشکر میکنم. سلامت باش. انا بگیر به تو گل. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر، همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. واو. آفرین براو. سبیل ماند. برادر گوش کن. کمیسر مراد 100% در عشق همین دختر لشپیلگی است. من هم همین خیلی فکر میکنم، ولی برای رد نکردنش وای ما کرده ایستاده است. با فکری من هم، ولی چشم زینب با اکم هست. از برای خدا اکم با این دختر نگاه میکند مگر؟ شما گوید به این همانها از یکدیگرشان خوششان میآید، ناز کرده ایستادند. با فکر من هم همین خیلی است. من مشما یک چیز بگم، آنها به نزدیکی دوست داشته هم میشوند. برادرم کیلاس و زهرا هم اول همین خیلی بودند. اول جنگ نافهمی، بعدن دوست داشته شدند با هم. عاشق بود برادرم. بسیار یاد کردم برادرم. بدبختا دیری بعد توی کردن جوانی مرگ شدن. دختر جان خشرو اردلش کن. همه چی انداختیم، پیاز انداختیم، پنیر انداختیم، یگان چیز فراموش نکردیم. ای نمکش کمه، نمکش انداز کمتر دیگر. ای آقای سعدی تو اینجا چکار میکنی؟ نفهمیدم. دکان پرتافته آمدی؟ آسیا امی علف سمبوسه را زیرو ترک. آقای سعدی تو با علف سمبوسه چکار داری؟ نفهمیدم. مردوز میدور موقعی. وای تری بگو. اوی را ما برای هجری تیار کرده شدیم. پروا نکنی از نجان. هجری اینها رو چشد انگشتانش رو هم میخورد. آقای سعدی برای دکانت تیز بکشو. چکار داریم؟ خود تبکرای زنکی خوش نکن. آسیا ایرای خیل نمیگن. خیر من خود میرم. تیز برا. دخترم کم تری دیگه مرچم قطی میکنیم. او قطع تیز نشیده. اکم رو با همین سموسه فیره میکنید؟ دخترم ای هم راه نزدیک به دل مردک شکمش سیر کردنه. خوب همین خیل باشد، ولی با فکرم دل اکم رو علاقه پیدا کردن. بنفشه جان، تو طرفداری من هستی یا طرفداری آن میمون صنمی ترکیه؟ کنی گوی؟ من طرفداری هیچ کس نیستم. به این همان با این کارهای بی‌معنی شما کاری ندارم. من امتحان دارم، به حجره میروم، درس تیار میکنم. با تو موفقیت جانم. تمام دخترم تمام. همون مرچ عررش که تمام بس. میلیس تو در همین جا کار میکنی؟ هیچ نپرسنم. تو خوب هستی جانم؟ هیچ چیز نشده است؟ میلیس باید با من یاری دهی. چی شده هستنم؟ دخترها از همه سمبوسه با لذت علفی رو باید آماده کنم. این مسئله حیات و ممات است. همون گوهر بخش شیطانچه بینمود است که میخواد هجری هم رو از دستم گیرد. باید با من یاری کنی. میلیس تو سمبوسه علفی رو خوب آماده میکنی همین خیلی؟ من؟ شما؟ نه من چی گپ است دخترو؟ زینب باید با من یاری دهی. تو سمبوسه علفی پخته میتوانی؟ چی ها میگوی جانم؟ سمبوسه علفی اختصاصی من میباشد. سوپر کو. خیر این خیلی باشد کی سر میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار انداز بسیار. انا میخوام هم مزه میشود. انا سخت توش. انا اینجا مونش. توشته. انا میخوام. انا سخت توشته سخت.
озер тухм мегирем болошда мек ҳамин қадараш бас аст холаҷон. басай шуд фаҳмо. анаку тастон дардоша ҳозир мегузорам. наметавонам. зора нигоҳ кун нозия. ай мелис хуб аст ҳеҷ гап не. духтарам диди чӣ хел хушрӯ бахӯ кани бисёр бамаза омадааст. холаҷон ба ҳиҷри писанд меомада бошад. дастомо дарда набина маҳқулш мешавад. салом алейкум комиссар Мурод. алейкум салом ҳиҷрӣ. алейкум салом. вале аз ин пас Мурод бигӯ маро. намешавад ин хел. мешавад. ба худо намешавад. мешавад. кани як бор Мурод бигӯ. устод Мурод. устод не, устод нагӯ. танҳо Мурод. Мурод. ана ҳамин хел мо бо ту ҳамсоя ҳастем. охир дуруст мегӯӣ. Мурод. охир Мурод, пештар аз ту як савол пурсида будам ку. баъд амаки аз ми байнамон даромад. устодам зиё зинда аст? ҳиҷрӣ, охиру келас аст, яъне устоди ту зиё. чаро барои ту ин қадар пурарзиш аст? охир ӯ танҳо як дӯст буд. чаро мехоҳӣ бифаҳмӣ ки ӯ зинда аст ё мурда аст? не одами бад набуд. устодам зиё дар дилаш ягон зарра бадие надошт. одами бисёр муборак буд. ҳеҷ надидам ё нашунидам ки ба касе бадӣ ё зарар расонда бошад. устодҷони ман, агар мисли гуфтаи ту бошад, шояд худованд ба ӯ боз як имконияти дигар додааст. иншааллоҳ ки додааст. аз ту як чизро пурсидан мехоҳам. келасро мисли ту бар ин як нафари дигар ҳам дӯст медоштааст?
номаш ҷанговар. шунида будам комиссар. парвандаашро хондам. дидам ки 2 сол пеш ӯ ҳам барои ёрӣ додани келас дар он ҷо будааст. шаби гузашта бо чашмони худ дидам ки ҷанговар зинда аст. аз паси аждаҳор буд. домлозиёро мисли ту бар ин ӯ ҳам дӯст медоштааст. шунидам. яъне дар бораи кӣ будани ҷанговар чӣ фикр дорӣ? охир ин саволи маро бин. ту аз куҷо медонӣ инро? охир бахшиш мепурсам. астағфируллоҳ мурод. хайр, ман ба амният меравам. тамом раҳмат. гузар. хайр майлаш. барори кор бародар. раҳмат. модарҷонам боз омода кардааст. ба худо хушдомона маро дӯст медоштааст, вагарна ба ин хел дастархон рӯбарӯ намешудам. салом ҳиҷриҷон. барои ту аз ҳама болаззаттарин самбусаи алафиро пухтам. ин чи аст? самбусаи алафӣ? самбуса дӯст доштаат? чӣ лозим буд? бачам, сайрам барои ту ба маззатарин самбусаи алафии дунёро тайёр кардааст. кубу чӯш? самбусаи алафиашро фаҳмидем модар. даҳонатро кушон. ва чӣ муносибат? лутфан, охир ман каме бемор ҳастам бе ин ҳам. бачам, сайрам ба дастҳои худаш тайёр кардааст. ҳама хел бамазза ки як луқма бихӯр. модар, ман худам даст дорам. самбусаи алафиро бо дасти худам хӯрда метавонам. маззааш чӣ хел аст? самбуса охир неъмат, ҳамаш неъмати худост. каме дигар аз дасти ман бихӯр. охир лутфан маҷбурам накунед. намехӯрам. бихӯр бачам. модар, маҷбурам накунед. охир намехӯрам. бихӯр охир. намехӯрам гуфтам. модар, ягон чиз бигӯ. охир маҷбурам дорад. бихӯр бигӣ. модар, 1 соат аст ки зангидар садо медиҳад. чаро намебинӣ? гир хӯр. не, аз дасти ту намехӯрам. худам хӯрда истодам. як луқма хӯрӣ мемурӣ охир. бихӯр. лутфан маҷбурам накунед. охир шумо маро озор дода истодаед. санам. салом ҷонам. ҳиҷри дар хона аст? дар хона аст. дар хона. ин хел бошад ту як сӯ исканӣ. эй вой, ҳозир қиёмат мешавад. намехоҳам гуфтам ку. кани як то дигар аз дасти ман бихӯр. аз дасти ман ҳиҷрӣ. ман нафаҳмидам ин маймун дар ин ҷо чӣ кор мекунад? як дақиқа, як лаҳза. ҳиҷрӣ, ту аз дасти ин девона самбуса хӯрда истода будӣ? аз дасти ман нахӯрад, аз дасти кӣ мехӯрад дигар? духтарам, ҳиҷрӣ самбусаи ту намехӯрад. беҳуда ира овардӣ. не санам, ман аз дасти ҳеҷ кас самбуса нахӯрдам. нанакну хӯрдӣ. ҳиҷрӣ, ту инро чӣ хел ба ман кардия? чӣ хел ба ман хиёнат кардӣ? тамом шуди ту, фаҳмидӣ? тамом фаҳмидӣ? аз ин пас дигар рӯи туро дидан намехоҳам. модар, ин чӣ кор буд? боз он духтаро гирён карде. санам, санам, ин санам. фаромӯш мекунам, фаромӯш. холаҷон, мо ғолиб шудем. ҳа? такси. санам, лутфан ист нарав. санам, лутфан ист. санам, хато фаҳмидӣ. санам, санам, ист нарав. санам, санам, ман танҳо туро дӯст медорам. اینجا چی کار میکنی؟
нишастан ҳам мумкин нест? ба ягон ҷои дигар рав. ба ман як чой оред. рав чойро дар дигар ҷо бинӯш. мелис, чаро бо ман ин хел бадрафтор мекунӣ? охир ман ба ту чӣ кор кардам? ҳоло ҳам чӣ кор карда мегӯяд номзадиамро барбод додид. хуб ку, аз як хонадорие ки худат намехоҳӣ наҷотат додам. бояд ба ман ташаккур гӯӣ. аз куҷо медонистӣ ки намехостам? чунки ту маро дӯст медорӣ мелис. ба ғайр аз ман бо касе хушбахт намешавӣ. ҳоло ҳам намефаҳмӣ ҳамин хел не ҳа? аз ҳардуи мо ояндаи намешавад. оянда надорам, дӯст дошта наметавонам. рав касеро биё ки туро дӯст дорад. чунки ман туро дигар дӯст намедорам. охирин суханат ҳамин аст мелис? бале, сухани охиринам. дигар асло маро нороҳат накун, фаҳмидӣ? мелис, хуб ҳастӣ? он ҷавон боз туро ранҷонид? суҳбат кардан намехоҳам, Зайнаб. چی گپ است؟ کنی جدا شوید. جدا شوید. چی کار میکنید؟ من تو چی؟ تو کاردار نشو که تو رو هم میزنه. چی گپ است اینجا؟ استاد این آدم ها رو لاتو کوب کرد. تو کی هستی که شاگردانی ما رو لاتو کوب میکنی؟ کمال درست سخن بگو. در مقابل تو کمیسر است. استاد با من نگفت که این پلیس است. آمد لاتو کوب کرد. با من چی کمیسر هستی؟ کسی که نباشی با شاگردانی من دست نمیرسونی. تو شاگردانت را صاحبی کن. کمی تربیت کن آنها را. چیکار میکنی کمال؟ مرا میزنی کمال؟ مراد کمال چی شد؟ این همکارت را صاحبی کن که شاگردانم را لاتو کوب کرده است. چیز را ندانسته گپ نزن. اول با اینها با تربیت بودن را میآموزانی، بعدا استادی میکنی. چی؟ کمال چی گپ است نه؟ ای خدا نمیترسی که به سر ملیس را دست میبرداری؟ با دست خودم با ما بسته میبرم. از کمیسر مراد بخشش بپرس. از او چرا بخشش میپرسیدم اکا؟ اکنون هیچ چیز مثل پیشتر نمیشود کمال. از این پس با دقت باش. بخیر است. چی مثل پیشترش نمیشود؟ زورت بخشش بپرسی. تیز دستاش هم چک کن. خیر من رفتم. پدرم با تو صحبت کردن میخواد، برای همین آمدم. در حال نزدیک پدرم رو. دادرم آدم شه آدم. این کوچه‌گردات جمع کن از اینجا. در پیش مراد شرمنده‌مو کرد. کمیسر من حساب این رو از تو میپرسم. روید گم شوید. شرمنده کردید. این قدر آدم یک کس را زدن نتوانستید. روید. کنی بدرون دروید. ملیس جان، من میروم، خسته شدم.
میتوانی ماشینی منو گیری زینب جان؟ کمی راه گردم ها هوای تازه گیرم. شد چه خیلی که خواهی. دختر را گرید. چی گپ است؟ کی هستید شما؟ با ما میروی. یاری دهید، یاری دهید، یاری دهید، خواهش میکنم یاری دهید. چیکار میکنید؟ این دختر رو به کجا میبرند؟ این همون دختری در کفه کار میکرد. دختر رو بودن که آخر پسرم تلفن کن به کمیسر زبید. زودتر. از تنی کمال بخشش میپرسیم کامران. عصباش ویرانه. روزی در روز 9 کیلومتر میره و طبقای فیض میخوره و میشینه. مهم نیست همکار، این خطای خودی او است. رنگی پدرش دیوانای حیوان. لبه کمیسر زود دوید. خانم زینب رو بودند. خانم زینب رو دوزیدن؟ کی دوزیده باشد؟ نمیدونم. تمام در نزدیکی ایم در حال میرسیم. زینب رو کسی دوزیده است. چی میگویی تو؟ کی زینب رو ربوده با سرش بلا میخرد؟ من نفهمیدم. بیا مان وقتی شوخته افت نیکی مراد در گارج سلطان کبیر بگرد راستایی کن. شد. گوش کن پسرم، من راضی نمیشم که تو در کوچه ها بیکار و بار بگردی. بیا با ما بیست. ولی از تو تنها یک چیز رو میخواهم. دیگر هرگز دختر مریض رو ناراحت نمیکنی. فهمیدی مرا؟ قول بده. خوب پدر جان، چه خیلی که تو بخوایی همون خیل میشود. انا همین خیل. من همین رو از تو انتظار بودم. کنی دستم را بوسه کن. سلام علیکم. علیکم السلام. دوستم شنیدی؟ خبر داری؟ بخیر است؟ آخر زینب شنلی خشتاز کو. خیر او رو بودند آخر. چی گفته ایزاده ای تو؟ گفته هایت را گوش های خودت بیشتر من کی دوزی داره و برای چی آخر؟ ما هم نمیدونیم دو ملازمی و دختر رو با ماشین سوار کرده بردند. کمیسر مراد و کمیسر زبید از پسشان رفتند. انشاءالله دختر را خلاص میکنند. آخر بدبختی لعین آنها را دوزیدند. تو در کجا بودیم؟ من نگرم میبودم. چه دست و پایشون رو مشکستم. آن ایزدارشان را در چشمشان نشان دادم. انا همکار در اونجایم. سری راهشون رو بگیر. آرام شو. میبینیم کی هستن، دختر را با کجا میبرن، تعقیب میکنیم. یک ماشین جدا شده، از پسش میشویم. سفسطه نکن مراد. از پس زینب شب ماشینی که در پیش است از پس اون زینب خودش را خلاص میکند. چی خیلی خلاص میکنه؟ از برای خود او دختر است از پس اون شو. با پیش بوده ها بگو که دختر را 2 ساعت در انبار نگاه دارند. خوب شده است. ما با مکانمون میرویم. مالش خانم. امشب کی بودنی قهرمان را میبینی. نجوم کی هستید شما؟ کی با شما گفت که مرا دزدید؟ تلفن داشتی؟ به شفت زنگ بزن. بگو که دختر با ما در انبار است. کنی اوید بینیم؟ دستم بسیار وزنین است آخر.
боз инҳоро бояд ба ҳуш биёрам. комиссари бешарм ба ин ҷо ҳам омадааст. одамҳои ифлос аз ҷоятон наҷунбед. зайнаби ҷун созасти? комиссар зубайд, хуб шуд ки омадед, ҳаётамро наҷот додед. зайнаб натарс, ма ҳамиҷаем. касе ки ба ту даст мерасонад ма ӯро мехӯрам. ин чӣ хел чиз аст? ин бисёр таъсири сахт мекардааст. аз даруни ин бӯи бади кокаин мебарояд. чӣ бипошии одамҳо меафтанд? ту инро намефаҳмӣ, гарчанде хурд бошад ҳамин гази дастӣ аст. бубин чӣ накедихта гаранги онро ба ҷай бад гузор. чанд бор бигӯям хушбӯяки хонагӣ нест, гази беҳушкунанда аст. хонум Зайнаб, ман ин одамҳоро ба амният барам, ин қалланкавои шумо бикунем. комиссар Мурод бошад шуморо ба хона мебарад. майлиш сӯзаси ҷуни ман. бо ёрии шумо ҳамқози қишидам ки сумкамро фаромӯш кардам. барори кор ҳамкор. ма сумката бигӯ қати Мурод дар мошин гап назани. хоб ҷуни ман мунтазир шав. شما با زینب می‌دوزین ها؟ بچه‌ها خدا را شکر که دختر را خلاص کردن. با کمیسر زبید گپ زدم. کمیسر مراد دختر را به اینجا می‌آورد. آفرین کمیسر مراده، شعری نرست. بله. البته که شعر بشه دزداشته‌اش را خلاص میکند. کی و چرا تو را بود آخر؟ نمیدونم. چه خیلی نمیدونی؟ نمیدونم. یک چیز میگویم. تو یگان بلا داری چی؟ چی ها گفته ایستادی تو؟ از دست تو چی میآید آخر؟ باز من پرسیده ایستادم. چی گفتی تو؟ هیچ چیز نی. یا که اژدها این را بوده باشد چی؟ اژدها چرا این را باید؟ بیهودگویی نکن. همی بچه ای همسایه بسیار بچه خوبه. همی دختری مو زینب هم بسیار دختری با عقلی. بیا هر دشه خاندار کنیم. خاندار میکنیم ها. هجریرم سایرم قطع خاندار میکنیم. یک جای تویشانه میگذرانیم. میشود خاله جان میزیم. یک لحظه ایستید آخر چه خیلی خاندار کنیم؟ اول اونها رو باید پرسیم، یک دیگرشان رو میشناسند، دوست میدارند. این کاری خیلی میشود مگر؟ ای خاموشه خاموش، تو چی میدانی آخر؟ آنها پیشتر یکدیگر رو دیدن، شناس شدند، حتی عاشق شدند. آخر عزمی جان لطفا از کجا میدونی که آنها با یکدیگر عاشق هستند؟ چی علاقه دارن؟ آخر از کجا این گپ ها را میبراری؟ شیرینکم کمیسر به این هم آدم عجیب است جناب. زینب شنلی با او خانه‌دار نمیشود. تو چی هر چی گفتی سای همسایه من را؟ به من چی؟ به همسایه تو. ها؟ خانم زینب با آن آدم خانه‌دار نمیشود. خانه‌دار میشود. خانه‌دار نمیشود میگویم. خانه‌دار میشود میگویم. نمیشود میگویم تمام. ایستید آخر جنگ نکنید. نه جنگ داخل ایستید، آرام شوید. با شما چی برادران؟ کی خانه‌دار میشود کی نمیشود؟ شما از پس کاری خودتان شوید. بس کنید آخره. بچه‌ها این کارها کاری جنگ و دعوی نیست. چرا نمیفهمید که این کاری خیر است آخر؟ دو جوانی با این محلمون را خانه‌دار کردن این وظیفه همسایگیمان است. البته ثواب کلان است. بله کاری خیر است. این هیچ دو کدام خبر است؟ زود هجر را پیدا کنید. آمده آنها را نکاح کند کار تمام شود. ای عزمی جان لطفا. شیرین هم آخر نکاح کند. ای وای اینها زینب رو با کمیسر مراد خانه‌دار کنند اکم زیغ میشود. اکم چرا زیغ میشود آخر؟ با این کمیسر مراد نگاه کنید، نو درست شده است، با این محل آمده است، دختر یافته خانه‌دار میشود. عزمی ما را سوزانیده. حالا آمده. اما آمد شریدن. چی گپ باشد آنجا؟ ندانم، عجیب است همین خیلی. بله
زینب جون جانم نجات یافتی خوب هستی؟ خوبم تشکری زیاد جانم. زینب جان نجات یافتی خوب هستی؟ خوبم ینگه جان رحمت. رفیقان در محله که من هستم کی جسارت کرد که آدم بدزدد؟ ها؟ کدام به عقل این را کرد؟ خانم زینب لطفاً بگویید که شما را کی دزدید؟ کنی گوید آخر. نمیدونم جنابی کانون، ولی خدا رو شکر که کمیسر زوبای در وقتش اومده حیاتم رو نجات داد. کنون برادرم پروا نکن، کمیسر زوبای آدم ها را پرسپات دارد. اصلی کار را کمتر پس هممون خواهیم فهمید. کنی پرسیدن گرد یگان چیز برایت ما هم چاره میبینیم. او دخترم خدا ترا با دوست داشتت بته، صدقه بسیار بته، فهمیدی؟ انشالله با یک دیگرشان بسیار میزیبند. رنگی هجری ما و سیرم آخر به این هم آنها برای یک دیگرشان آفریده شدند. توی کی میشه واقعی آزمی؟ شیرینکم به نزدیکی چی خیل تویم؟ یک دقیقه این گپ را از کجا برآوردید؟ نفهمیدم چی گپ است؟ مردم بیاین همین جوانان را توقمونیم. گم شوید، از پای کارتان شوید. برای کار دخترم. رحمت جانم. همه اینها کارهای تو هستند این خیلی؟ چی؟ این بازیای خونه دور شوی، با من نزدیک شوی، هویت روزی توی و غیره. چی ها میگویی تو ها؟ من فهمیدم تو رو در نزدی مردم رو اووزه و دروازه کرده شرمنده میکنی ها؟ بیمار هستی تو، ای دختر بیمار هستی. من با تو چیکار میکنم؟ در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ اوف از تو دلگیر شدم، از راستی دلگیر برای کار. چی شد؟ آنها رو بگم در آوردی؟ چخیلی تخمین کرده سردارم، آن آدم‌های 18 بودند. خوب ولی اون حریفان با خانم زینب چیکار دارند؟ کارم رو چی شد؟ تحقیق داریم سردارم. به خدا در نرویان بازی کردی. از طبیعی که روی آدم پیرت کرده ایواز میکنم فهمیدن در کار. درست میگویید. انما طبیب باید یابیم. اطاعت سردار. سلام جانی من، چرا گریه داری؟ مادر جان هجری سمبوسه تیار کردم رو نخورد، از سمبوسه پخته و دیو نخورد. چطور یعنی؟ بسیار خرسند شدم. تو برای همین گریه داری؟ ولی مادر هجری دیگر من رو دوست نمیدارد. بگذار دوست ندارد. اوی دختر جانی شیرینی من، زیبای من، زیق نشد جانم. به این هم او هیچ به تو ارزنده نیست دختر جان. ولی مادر جان حالی من بسیار بد است. سنم بین، میدونی چی کار میکنیم؟ حاضر لباسهایمان رو عوض کردم، مادر و دختر به هوای تازه میبریم. ها بیا آخر، بیا خیز میرویم. اکنون من دلی سنم رو چخیل میابم. با او چی میگویم من؟ نه آخر مگر من از سمبوسه سیرم خوردم؟ نخوردم. بعدهانم اون در آمد مردورم کردین خیل. یا خدایا با من کمک کن. سنم باز تو هستی؟ مادر جان چی شده باشد به این بچه؟ مادر جان یک نافهمی شده است. اجازت میدهید با سنم صحبت کرده حل کنه؟ اجازت نمیدهم پسرم. سنم از تو دیده به خوبترها لایق است. خوبترین ها گفته یعنی به بهترین ها لایق است. باز دختری من زیبا سنم ترکیه است. تو چی داری؟ دامولا هستم، امری معروف میکنم. آفرین بچم آفرین، بسیار خوب. انا همین خیل دوام بده. بیا رفتیم دخترم، دیر موندیم. رنگ و رویشان شپکلیافکه کردگی به کجا می روند؟ کمیسر زوباید و کمیسر مراد نقشمان را ویران کردند.
مشکلی نیست. چی خیلی مشکل نیست. گروه از ما خواست قهرمان رو یابیم. آخر باید زودتر باشه. گروه میخواهد تاجر را که به آنها سرخم نمیکند به نزدش آورم. با قهرمان چی علاقه دارد؟ فکر میکنن که چهله که قهرمان پرکرار را نجات داد شاید او به یاری آدم های تاجر هم میآید. قهرمان کیلس هست یا نیست امشب نفهمیم هم بر از دیگه میفهمیم. آدم‌هایی که شما را دزدیدند آدم‌های اژدها بودند. آدم‌های اژدها؟ چرا ما رو دزدیدند آخر؟ این را حالا نمیدونم ولی تحقیق داریم. شاید خواستند که قهرمان رو به دو مفتونیده فهمند که کیلس است یا نیست. برای همین خانم زینب گشته میگی بیغم من همیشه در بری شما هستم. تشکر جنابی زوبید. جنابی زوبید من از شما یک چیز رو میتوانم خواهش کنم؟ خواهش چیه؟ امر کنید. حاضر همه میخواهد فهمد که کی ما رو دزدیده است. البته همه میخواهد. لطفاً به آنها درباره اژدها چیزی نگویید. چرا؟ چون که بسیار میترسم که ینگه تولین و میلیس بسیار خواطر میشوند. البته پروا نکنید. با آنها گویید که زنی رو به من مانند کردند. برای همین خطا کرده ما رو به جای او دزدیدند. خانم زینب شما با این کارا خودتون رو خسته نکنید. من حل میکنم پروا نکنید. تشکر میکنم. بسیار میفهمیدگی هستید. دوستت میدارم. تشکر. خانم زینب چه خیلی که بزرگای ملت میگن که عمر تیزی بد میگذره. امشب اگر نقشه نداشته باشی سر یک طبق قروتا و چخ چخ کنی. آن دروغ‌های کوچه رو کاری کرده باید برطرف کنم. باز درباره کمیسر مرو چیزهای لازمه رو میتوانم پرسم. البته من این خیلی دعوتی نزدیک رو رد کرده نمیتوانم. قروتوت میفوره؟ البته 10 طبقت بگیرم. خانم زینب ما برم لباسای توی روک ما پوشم.